و دیگر طریق روایت رسول اکرم است که کسی که 3 جمعه را پیاپی ترک میکند فقط نبذ اسلام وراء ظهره، اسلام پس پشت انداخته است. خیلی که یک چیز به قدر ناشمارداری میکنی گرفته با پس پشتت میپرتای دیگر نگاه نمیکنی، کم قدر است، او را هیچ چیزی نمیشماری به مثل یک خاشاکواری. اگر کسی که 3 جمعه را پیاپی به عذر ترک میکند، پیغمبر خدا میگه به تحقیق اسلام از قفای پشت خودش دور انداخته است. این وعید سخت است، مسلمان ها گوش کنین، بسیار وعید سخت است. آیا اسلام که به قفای با پشت گرفته دور با اندازی، پس در کجا است ایمان و اسلامیت دیگر که جمعه را ترک میکنی؟ امروزه البته که بسیار از آدم ها یافت میشه که به خاطر کار دنیا شده جمعه را ترک میکنن، نماز جمعه را نمیخوانند، اما در کار اونها نه برکات است، نه صفا هست، نه قلب اونها آرام است، نه عصب اونها آرام است. نیم ساعت 30 دقیقه را که خدا فرضش گفته است بیا عبادت بکن، کار دنیاش از امر خدا بهتر میدونه. بعد حال او چی میشود؟ دایم کسل، بیمار، او چیه؟ یا سکته قلب میشود، یا فشارش بلند میشود، عصبش ناآرام، قلبش ناآرام، دایم در عذاب است. او بنده ای که به نماز جمعه می آید، که در نماز جمعه آمدن غسل کردن سنت، لباس پاک پوشیدن سنت، بهتر که لباس سفید بپوشی بیای، بعدن خوشبویی کردن سنت که رسول اگر خوشبویی باشد بعد غسل کردن لباس پاک پوشیدن خوشبویی کنین به مسجد بیاین، خوشبویی کنین که یک نفر از بوی خوش شما استفاده کنه.